همون تو گذشته رابطه‌ای داشتیم که به نتیجه نرسیده، حالا به هر دلیلی. من بعد از چند سال که از اون رابطه میگذره، رابطه جدیدی میشه که طرفی که هست میبینه واقعا دوستش داره، دلسوزه، ولی الکی هی این طرف الانش رو با گذشتهش مقایسه میکنه و هی میگه بابا اونی که من اونقدر دوستش داشتم رفت، تو که دیگه حتما میری. این اشتباه رو نکن. اگر میبینی با کسی که الان هستی آدم حسابی، دلسوز، فداکار، اصلا این آدمو با اینکه بخوای با گذشتت مقایسه بکنی خرابش نکن، دو دستی به چسبش. آدم دوزاری و نامرد خیلی زیاد شده. اگر همچین آدمی تو زندگیته هر جوری شده نگهش دار و با اینکه با گذشتت مقایسهش کنی بگی چون اون رفت اینم اصلا به هم نرسید چیو. نگرش دار، قدرشو هزاران بار بدون، بفرست براش بدونه چقدر دوستش داری.